پروژه بازتأسیس سنهدرین بزرگ در اورشلیم همانگونه که توسط جنبش بیت داوود ارائه شده است، بر چشماندازی عمیق و معنوی برای اسرائیل و برای جهان استوار است. این تنها بازگشت به ریشه‌های معنوی اسرائیل نیست و نه فقط احیای وحدت آن، بلکه ابتکاری است برای آشتی میان ادیان، برای عدالت و برای تایید دوباره ارزش‌های بنیادی قوم عبری. سنهدرین بزرگ نمایانگر الگوی کهن حکمت و اقتدار است که بنابر این چشمانداز می‌تواند اسرائیل را در فرایند بازیابی روح جمعی و معنوی خود راهبری کند. با بازتأسیس چنین نهادی، اسرائیل می‌تواند نقش تاریخی خود را دوباره ایفا کند. به عنوان نور ملت‌ها، چراغی از عدالت، حقیقت و درستکاری، همان گونه که در تورات و برای ملت‌ها در کتاب مقدس پیشگویی شده است. این نهاد می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند، نه تنها در امور دینی، بلکه همچنین در ترویج صلح جهانی. با فراهم کردن بستری برای گفتگوی میان سه دین یکتاپرست بزرگ و با زدودن دانش‌های نادرست و سوء تفاهم‌هایی که قرن‌ها فهم مأموریت اسرائیل را تحریف کردند، برای مسیحیان این گامی است به سوی تحقق وعده‌های الهی مرتبط با اورشلیم قوم اسرائیل. راهی است که می‌تواند درهایی را بگشاید به سوی آشتی حقیقی بر پایه حقیقت و درک متقابل. برای مسلمانان این پروژه یادآور قرآن، سوره مائده آیه 44 است، آنجا که قوم اسرائیل به عنوان حاملان هدایت و عدالت تکریم می شود. این پروژه بازتأسیس سنهدرین بزرگ فقط یک حرکت نمادین نیست، بلکه دعوتی است برای پیوستن به فرایندی عمیق از دگرگونی، جایی که ایمان، حکمت و نور الهی فراخوانده می شوند تا اسرائیل را به سوی تحقق راستین رسالتش هدایت کنند، برای خیر اسرائیل و برای خیر تمام بشریت.